با درود و شب شما بخیر. شمار از رهبران و نمایندگان احزاب جهادی و جریان‌های سیاسی گرد آمدند و پس از بررسی روندهای انتخاباتی خواهان توقف روندهای انتخاباتی در کشور هستند. تغییر نظام انتخاباتی، لغو روند ثبت نام‌ها، کارگیری از شیوه بایومتریک برای ثبت نام‌های رای دهندگان و نیز انتخاب یک ولایت همچون یک حوزه انتخاباتی برای مجلس نمایندگان از خواسته‌های این جریان‌های سیاسی هستند. این خواست احزاب سیاسی تا چی حد قابل قبول است و اینکه در گذشته چرا این خواسته ها مطرح نشده و این خواسته ها تا چی حد قابل اجرا است و کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه چی میگه، پرسش های اساسی است. کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که مشکلات را در روند ثبت نام های رای دهندگان میپذیرد، اما این خواسته ها را به موقع میداند و میگوید که احزاب سیاسی بجای تحریم انتخابات در نظارت از روند انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات باید همکاری نماید. تا کنون در حدود 9 میلیون تن از شهروندان افغانستان خود را به روند ثبت کردند و که کمیسیون مستقل انتخابات گفته از این میان در حدود 250,000 تن در بانک اطلاعاتی این کمیسیون ثبت شدند و تا کنون اطلاعات از جعل در این روند به گونه گسترده وجود نداشته. با سلام و شب شما بخیر به برنامه انتخابات 97 با من صدف امیری خوش آمدید. امشب در برنامه خواسته ها و موضوعات را که امروز احزاب و جریان های سیاسی برای روند انتخابات افغانستان مطرح کردند را به بحث میگیریم، ولی در بخش اول برنامه با همکارم باشید. بیننده عزیز سلام بر شما. من چند روزنامه را با خود دارم و از اصلاح شروع میکنم. اصلاح یک بار دیگه تاکیدش و در این بخش که رویش پرداخته موضوع روند ثبت نام رای دهندگان در 20 ولایت کشور برای یک هفته تمدید شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام رای دهندگان را در 20 ولایت کشور برای یک هفته تمدید کرد، در حالی که روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها پایان یافته، ولی به کمیسیون مستقل انتخابات از تمدید این روند در 112 مرکز در 20 ولایت کشور خبر می‌دهد. سید حفیظالله هاشمی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفته که این روند در مراکزی که بنابر دلایل مختلف نتوانسته بودند تا 5 سرطان سال جاری فعالیت نمایند تمدید شده است. آقای هاشمی میگوید کمیسیون فیصله کرده که 112 مرکز در 20 ولایت کشور که بنابر دلایل مختلف نتوانسته بودند تا 5 سرطان سال جاری فعالیت نمایند روند ثبت نام رای دهندگان را از تاریخ 20 الی 27 سرطان سال جاری تمدید نماید تا اینکه مردم بتوانند در آنجاها ثبت نام کنند. آقای هاشمی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم را به خاطر اشتراک بیشتر مردم در انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گرفته. اما پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام رای دهندگان را در شهرها 1 ماه و در ولسوالی ها و قریه ها هر کدام 10 روز تمدید کرده بود. خب موضوعی را که روزنامه اصلاح بر اشاره کرده بود یک موضوع مهم میتونه باشه در بحث این که کمیسیون چگونه و چرا این تصمیم را گرفته تا یک بار دیگر این روند را تمدید بسازه و پیامد این کار چی می باشه. واقعا هدف را که کمیسیون مستقل انتخابات دنبال میکنه یا تعقیب میکنه در بحث این که با این تصمیم شمار بیشتر مردم بیان خود را ثبت نام بکنند، یک میتونه این تصمیم کمیسیون به این هدفش برسانه یا خیر. و سوی دیگه جنجالی که روبروی کمیسیون انتخابات باقی مانده موضوع تقویم انتخابات است. این که با تقویمی که کمیسیون ساخته و هر طرف که تمدید کرده میره و همچنان پسمانی‌هایی هم که از تقویم داشته، یعنی تاریخ‌هایی که در تقویم کمیسیون تعیین کرده بود، مثلا موضوع اعلام لیست ابتدایی نامزدان بود که دوام تاخیر داشت و مشکلات دیگه هم که وجود داره، اینا چگونه میتونه که کار کمیسیون انتخابات را بر برگزاری انتخابات همچنان با چالش روبرو بسازه. و در بخش دیگه هم اطلاعات روز هم با خود دارم. اطلاعات روز هم همچنان در این بخش پرداخته به خواست احزاب، این که اطلاعات روز میگه که شمار از احزاب و جریان‌های سیاسی امروز شنبه در نشست در کابل خواستار ابطال روند ثبت نام رای دهندگان شدند و اعلام کردند که ثبت نام رای دهندگان مجددا و با استفاده از تکنولوژی بایومتریک انجام شود. رهبران و نمایندگان این احزاب و جریان‌های سیاسی پس از یک نشست مشورتی اعلامیه مشترک را امضا کردند که در آن روند کنونی ثبت نام رای دهندگان را ناقص، فسادزا، زمین اساس تقلب و بحران آفرین توصیف شده است. در این نشست گلبدین نعمتیار رهبر حزب اسلامی، صلاح الدین ربانی رئیس حزب
جمعیت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، یونس قانونی معاون شورای حراست و ثبات، باطور دوستم رئیس حزب جنبش ملی، انورالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان، سید حامد گیلانی رهبر حزب معاذ ملی، اسدالله سعادتی نماینده حزب وحدت اسلامی افغانستان و عزرالرحمت مقبل نماینده حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور حضور داشتند. در اعلامیه آنان آمده که ما احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی روند کنونی ثبت نام را که به دلیل عدم محاسبه دقیق و برخورد غیر تخصصی با این پروسه حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات وقت گرانبهای مردم افغانستان را به هدر دادن و میلیون‌ها دلار هزینه کردن، ناقض، فسادزا، زمین اساس تقلب و بحران آفرین می‌دانیم و طرف‌های سیاسی خواست ما این است که هرچه عاجل این پروسه ثبت نام را که نمی‌تواند جلو تقلب را بگیرد باطل اعلان شود و ثبت نام مجدد با استفاده از تکنولوژی بایومتریک آغاز کرده. و همچنان در این بخش یک بار دیگه خواست احزابی بوده که تغییر نظام انتخاباتی از سیستم فعلی یعنی سیستم رای واحد غیر قابل انتقال به نظام چندبودی امتیاز شدند. در اعلامیه همچنان در نظام انتخاباتی چندبودی برای تمامی باشندگان افغانستان هم از مهاجرین، بجشتگان داخلی و کسانی که در مناطق ناامن به سر میبرند زمینه استفاده از ذخیره‌شان فراهم است و هر فرد واجد شرایط میتواند در نزدیکترین حوزه انتخاباتی رای خویش را به کار ببرد. بیننده عزیز، در این زمینه من میخوایم یک تبصره با شما شریک بسازم. اوی است که بر اساس قانون باید از قبل یا چند ماه پیش احزاب و جریان‌های سیاسی می‌رفتند به کمیسیون به این خواست خود را مطرح می‌ساختند و تغییر نظام انتخاباتی را که هدفشان یا خواستشان است با کمیسیون شریک می‌ساختند. ولی وقتی که اینا اقدام کردند و رفتن کمیسیون این تصمیم اونا را دیر خواند و گفت که حالا هم زمان قانونیش گذشته و همچنان کمیسیون نمیتونه که با توجه به تقویم را که ساخته و کار را که انجام داده بتونه یعنی این خواست احزاب را بپذیره و این خواستشان از قبل کمیسیون انتخابات رد کرده بود. ولی پافشاری و تاکید احزاب همواره بر این بوده که سیستم فعلی انتخابات یا همچنان نظام انتخاباتی فعلی یک نظام بسیار خوب نیست و نمیتونه که پاسخگو باشه و همچنان تمام مردم نمیتونه که نماینده خود را در این سیستم یا در این نظام انتخاباتی ببینن. حالا مهمی است که این جریان‌های سیاسی با توجه به تاثیرگذاری که روی مردم هم دارن هشدار دادن که جلو عملی شدن کار کمیسیون انتخابات هم میگیرن تا زمانی که خواستای اونا شنیده نشه و گفتن که هر قدر سخت هم باشه یا هر قدر بحران و مشکلات هم ایجاد بکنه ولی اونا این کار خود کردن و کمیسیون نخود گذاشتن که با این شیوه بره به پیش و انتخابات را برگزار بکنه. خب همچنان در وبسایت خود ما tolonews.com هم خبر دیگر دادیم این که هواداران جنبش ملی دفتر کمیسیون انتخابات در سمنگان را نیز بستند. خب در دهمین روز تظاهرات هواداران جنبش ملی در ولایت تخار روند زندگی عادی و کار باشندگان این ولایت با مشکل روبرو شده و همچنان هواداران جنبش ملی روز شنبه 23 سرطان که امروز بود در 12مین روز تظاهراتشان دروازه دفتر کمیسیون انتخابات در سمنگان را بستند. همزمان با این معترضان خشمگین شاهراه کابل سمنگان را نیز برای 3 ساعت بستند. خب یک چیزی که در این وقت‌ها بسیار عام شده بستن دفترهای کمیسیون‌های ولایتی انتخابات هستند. مثلا ما این موضوع را آغازش از ولایت غزنی شاهد بودیم که در غزنی معترضین آمدن و دروازه دفتر کمیسیون را بسته کردن و خواستای خود را مطرح ساختن تا اینکه به بحران غزنی و جنجال و راه حل و کار کمیسیون و حکومت در این زمینه کرد. در موردش همه ما شما آگاه هستیم. و حالا که دفتر سمنگان هم بسته شده، دفتر فاریاب هم بسته است، دفتر تخار هم بسته است، دفتر مزار هم بسته است. اینا کلش یک جنجال است که کمیسیون چگونه کار خواهد کرد و بسته ماندن دفاتر ولایتی چقدر میتونه مشکل ساز باشه تا اینکه کمیسیون بر برگزاری انتخابات نتونه آمادگی‌های بسیار خوب بگیره. و در مورد تخار هم آقای جمشید کندالی خبرنگار محلی را من با خود به گونی زنده از این ولایت دارم. با آقای کندالی هم صحبت میکنم که در تخار چی میگذره. آقای کندالی شب شما بخیر. در آغاز به ما بیشتر بگوین که چی میگذره در تخار و چی چالش ها و مشکلات فرارای انتخابات در این ولایت است؟ اما قسمی که بیشتر 10 روز میشه فرمانده قیصری از ولایت فاریاب اکثرا ولایت های شمال دست به تظاهرات و مظاهره دادن. تخار هم مشمول این ولایت بوده که بیشتر 10 روز میشه تظاهرات هواداران آمدن جنرال دوستم به افغانستان ادامه داره. همون که آقای کندالی به سایر ولایت هم که تظاهرات ادامه
بله. خب بیاین مشخص در مورد کار انتخابات و مشکلات این روند صحبت بکنین. آنچه که پیشتر بود صدای شما را من درست نداشتم، حالا اگر صدای من را میشنوین بفرمایید. اگر شما صدای من را داشته باشین، خب اما قسمه که درب کمیسیون انتخابات در سایر ولایت بستن، در ولایت تخار هم دو روز قبل دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را بستن. هوادارهای جنبش که تظاهرات کردن، خواستایشان مجددا آمدن جنرال دوستم به افغانستان و رهایی فرمانده قیصری هست. به مو ترتیب اینا یک خواستایشان همی است و در دروازه کمیسیون انتخابات را بستن و گفتن که تا زمانی که خواستهای ما برآورده نشه، ما نه تنهایی که دروازه انتخابات را باز نمی کنیم، حتی در انتخابات شرکت نمی کنیم. و متاسفانه که امروز تمام دوایر دولتی را بستن. تنها کمیسیون انتخابات نبود که امروز درب تمام دوایر دولتی را بستن و حتی دکاکینی که مردم عامه هست اینا هشدار دادن که دکانهایتان باز نکنین، مبادا از طرف مظاهره‌چی‌ها، کسایی که در داخل از اینا یگان حرکت‌های بیجای میکنه، از طرف از آن متضرر نشوند. به این خاطر دروازه‌های حتی دکاکین مردم هم بستن. حتی بالای مواد اولیه، مواد سوختی و نفتی در اینجا تاثیرات مثبت منفی خود را گذاشته. یک لیتر تیل در روز قبل 45 افغانی بود، اکنون یک لیتر تیل 64-65 افغانی است. آقای کندالی، بسته شدن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات تخار چقدر چالش ایجاد کرده و مردم چقدر نگران هستند و همچنان کسانی که خود نامزد هم ساختن بسته شدن این دفتر چقدر یک مشکل میدانند؟ بدون شک یک پروسه دموکراتیک که از سوی مردم نفی شود و بسته شود خام تاثیرات منفی خود را بالای جامعه، بالای اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می داشته باشد. مترتبی که دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را بستند، شما ببینید که مردم برای راه اندازی ثبت نام دور سوم انتخابات امیدوار بودن که اکثرا روی دست برای تشویق مردم و آمدن به ثبت نام کردن روی دست داشتن که این هم به چالش کشیده شده و عقب مانده. بدون شک تاثیرات منفی خود را می داشته باشه. سپاسگزاری میکنم آقای جمشید کندالی که در این بحث تا اینجا با ما بودین و شما شب روز خوش میخوایم. خدا نگهدارتان و بیننده عزیز در ادامه هم بیننده انتخابات نامدف باشید. بله و در ادامه برنامه پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. مهمانان من در این برنامه خانم کبرا رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آقای گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و آقای محمد ناطقی به نمایندگی از احزاب سیاسی در این برنامه با ما گفتگوی دارند. سلام بر شما، ممنون از حضورتان به برنامه. آقای ناطقی، روند فعلی انتخابات چی مشکلات داره که حالا احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی در افغانستان میاین و خواهان یک تغییرات کلی میشن و طرح‌های جدید را مطرح میکنن؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. بحثی که احزاب داشت در حدود 7 ماه پیش، احزاب نشست‌هایی داشتن و 2 تا مسئله را مطرح کرد. اولین مسئله بود که با کمیسیون انتخابات صحبت شود و با یونما و بعضی مراجع دیگر که ما این سیستم اسنتیوی رو قبول نداریم. سیستم اسنتیوی تقلب‌زاست، مشکلات زیادی رو خلق کردن و اونا پیشنهاد کرده بودن و از کمیسیون خواسته بودن که یک پرسش بود. ما در جلسات بودیم، در نشست ملی اول و دوم کمیسیون. پرسشی که ما واقعا داشتیم بود که آیا پیشنهاد احزاب و طرح احزاب از نظر شما مشکلی تکنیکی داره یا نداره؟ یعنی الان 7 ماه پیش اونا گفتن مشکل تکنیکی نداره، فقط یک مشکل سیاسی است. یعنی شما اگر بخواین که سیستم اسنتیوی تغییر کنه، برداشته شود و به جای از سیستم MDR رو ما پیشنهاد کرده بودیم، مسئله بایومتریک، ثبت نام بایومتریک، خود در مسئله سیستم MDR که طرح احزاب است که رأی قابل انتقال باشه، کمیسیون مستقل انتخابات در اون زمان، یعنی هم در نشست ملی اول و هم در نشست ملی دوم، به ما گفتن که
ما مشکل تکنیکی نداریم، یک مشکل سیاسی است. نکته دوم را که ما با اونا مطرح کردیم، احزاب مطرح کرد با اونا، چیز در حدود 28 تا 32 تا حزب جمع شده بود. نکته دومی را که ما از اونا خواستیم اینه که حکومت وحدت ملی یک کمیسیون را ایجاد کرده بود به نام کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی و در این کمیسیون در نهایت بعد از 5 ماه کار 10 تا پیشنهاد را به حکومت دادن و یکی از پیشنهادات این کمیسیونی بود که سیستم اسنتیوی برداشته شود و به جای او سیستم MDR بیه. بله. پرسش ما این بود که حکومت چرا به این پیشنهاد و به این طرح کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی که خودشان ایجاد کرده بودن چرا پاسخ مثبت نداده و طرح MDR را چرا قبول نکردن؟ این 2 تا سوال بود که ما از اونا داشتیم. پاسخ اونایی بود که با ما کمیسیون پاسخش با مایی بود که ما به لحاظ تکنیکی مشکل نداریم، یعنی همین طرح را که احزاب مطرح کرده MDR و بایومتریک مشکل نیست. در مسئله بایومتریک هم در نشست‌های که با کمیسیون داشتیم و جلساتی که با اون داشتیم اون زمان هم بحث بود که بایومتریک شود، یعنی ثبت نام بایومتریک شود. این مسئله بود، ولی نمیدونیم به چی دلایلی این مسئله برداشته شد. 2-3 تا شرکت هم با اونا صحبت شد، اونا هم گفتن که ما در طی 2 ماه و 3 ماه رو بایومتریک میکنیم، ولی نمیدونیم دلایل چرا. ما از آغاز روند ثبت نام زمانی که شما دیدین که سیستم بایومتریک نیست، آیا نپرسیدین که چرا سیستم مطرح شده؟ سوال میکنن، اونا گفتن که شما برق ندارین، شما نمیدونم عمده‌ترین حرفش این بود که شما برق ندارید، مشکلات این چنینی هست. و بر ترتیب دلایل پیش خود از اونا بود. ما این مسئله را 7 ماه پیش مطرح کردیم که ما با سیستم اسنتیو موافق نیستیم، احزاب موافق نیست. کمیسیون هم به ما گفتن که ما مشکل تکنیکی نداریم، مشکل سیاسی. منتها مشکل اساسی یعنی حرف اشکالی که ما با کمیسیون داریم که کاش که الان از اونا با خود رئیس از اون آقای صیاد ما یک مناقشه شدید هم داشتیم. اونا با ما گفتن که ما مشکل تکنیکی نداریم در برابر خواست احزاب، ولی با حکومت گفتن که ما مشکل تکنیکی داریم. یعنی 2 نوع صحبت کردن از طرف کمیسیون ایجاد مشکل کردن. با ما گفتن که ما مشکل تکنیکی نداریم، به گونه برخورد دوگانه. بله. و شما یک چیز گفتن با با ما حکومت گفتن چیز که دیگر. ما مشکل تکنیکی نداریم با خواست احزاب. اگر در نشست ملی اول و دوم مطرح کردن و پیش دوم مطرح کردن، ولی با حکومت ما گفتن که نه ما مشکل تکنیکی داریم، نمیتونیم این کارو برسونیم. بعد ما بحثی که با رئیس کمیسیون کردیم، ما این حرفا رو آخر گفتیم به اونا. پس یعنی در اخیر در روزهایی که الان وقت تمام شده بود، ما به حکومت گفتیم که ما الان نمیرسیم، مشکل تکنیکی رو ما نمیتونیم حل بکنیم. گفتیم خب شما چرا در اول نگفتین با حکومت؟ در اول اصلا شما این بحث نکردین، با ما گفتین ما مشکل تکنیکی نداریم، ولی با حکومت نگفتین که ما مشکلی تکنیکی داریم یا نداریم. دوباره به شما برمیگردیم. اینا مسائلی بود که مطرح شد. به هر حال ما میخوایم بگم خلاصه کلام که احزاب در یک کلام سیستم اسنتیوی را و همین سیستمی که تقلب زاست و این سیستم رو به هیچ وجه احزاب قبول نداره. احزاب خواهان ثبت نام بایومتریک است و احزاب خواهان شفافیت است و احزاب خواهان سیستم MDR است. بله، ممنون از شما. آقای مددزایی، میشه که در رابطه با تغییر نظام رأی واحد غیر قابل انتقال به نظام چند بودی یک صحبت حقوقی داشته باشیم و این که حالا خواسته های احزاب سیاسی در این مقطع زمانی تا چی حد از لحاظ حقوقی قابل تطبیق خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما مهمان عزیز و بیننده محترم تلویزیون. ممنون. خب حرفایی که ناطقی صاحب مطرح کرد از نقطه نظر حقوقی و تکنیکی جای خود داره، اما از نقطه نظر زمانی بسیار ناوقت شده. ای کاش احزاب سیاسی با موضع‌گیری که کرده بودن پافشاری میکردن و نمیگذاشتن که این زمان سفری میشد، کمیسیون ثبت نام را آغاز میکرد، تاریخ را تعیین میکرد و همه این کارهای حال صورت گرفت. اما آقای مددزایی، آقای ناطقی گفتن که اینا 7 ماه قبلی کار را کرده بودن و به گونه با کمیسیون مستقل انتخابات مطرح ساخته بله، ما شنیدیم. این حال وقتی که حرف را مطرح کردن، سخن خود را مطرح کردن ولی جواب مطلوب نگرفتن، باید پافشاری میکردن. روزی که کمیسیون اعلان کرده بود که مردم بیاین، از تاریخ گمان میکنم چند حمل بود که ثبت نام شروع شد و وقتی احزاب در او زمان
تحریم نکردن امی جریانه، به کمیسیون نگفتن، به مطبوعات ما خو نشنیدیم که احزاب کاش امو روزی که کمیسیون به امی شکل کار آغاز میکرد و یا مانعشان میشد، از طریق مطبوعات از وسایل مختلف کار میگرفتن، اعتراضات مدنی میکردن، یک مظاهره میکردن که امی یک فاجعه بار میاره. ما مطمئن هستیم، ما بارها گفتیم که حکومت انتخابات را متعهد نیست، نمیخواه، اما یک سناریوی انتخاباتی را یک چیز شبه به انتخابات به اصطلاح برا میندازن که تداوم قدرت خود تضمین بکنن به این وسیله. اما کاش احزاب سیاسی اینمی مانورهای حکومت را که در حقیقت کوشش میکنن با استفاده از وسایل و تکنیک های مختلف کمیسیون را یک وسیله بسازن و یک مشابه به انتخابات یا یک کاریکاتوری از انتخابات برای مردم ارائه بکنن، دقیقاً مشکل ساز هست. اما متاسفانه احزاب به اصطلاح استادگی دقیق و به زمان در برابر اجراعات حکومت و کمیسیون نمیکنن. کاش امروز که اولین دفتر افتتاح کرده بودن در شهر کابل مثلا، امی احزاب میرفتن میگفتن که ما این قبول نداریم، یک فاجعه بار است، این یک چیزی است که شما میخواین قدرت امی معتادین قدرت را تداوم ببخشین، اشخاصی که معتاد قدرت هستند و میخواین با استفاده از نام انتخابات قدرت خود دوام بدن، بنابراین باید مقاومت میکردن. یعنی ما بارهایی را مطرح کردیم، باز هم میگیم اتحادیه حقوقدانا با به اصطلاح عبور چیز کم 4 سالی که این حکومت کار خود دوام داده و امتحان داده برای مردم افغانستان، یک حکومتی است که سراپا متخلف قانون است، یعنی به هیچ ارزش قانونی اعتنا نداره و برای دوام قدرت خود هر قانون را زیر پا میکنه و هر تکنیک خلاف قانون را برای تضمین دوام قدرت خود برا میندازه. و از این نقطه نظر احزاب باید منسجم شوند، جلوی حکومت خود سر بگیرن. این کمیسیون را بدنام میکنه امی حکومت. الان رئیس کمیسیون میشینه میگه حکومت در دولت، حکومت هم نمیگه، میگه دولت در کار ما مداخله نداره، در حالی که خودش یک بخش دولت است. یعنی تعریفی از حکومت و دولت پیش کمیسیون معلوم نیست که دولت یعنی چی، حکومت یعنی چی. به این لحاظ ما مطمئن هستیم که حکومت در مجموع سران حکومت فقط برای دوام قدرت خود به هر وسیله متوسل میشن و از هر نیرنگ استفاده میکنن و هر قانون را زیر پا میکنن. دوباره به شما برمیگردیم. بسیار ناوقت و بدون از اینکه اصرار کنن بر موضوعگیری های خود یک حرف خود مطرح میکنن، دیگه میرن کنار میشینن. حالا احزاب و جریان های سیاسی در افغانستان آمدن و این سیستم انتخاباتی را نمیپذیرن، به ویژه چند نکته ای را که مشخص گفتن، لغو روند ثبت نام های رای دهندگان که باید گفتن لغو شود و به سیستم بایومتریک تبدیل شود، تغییر نظام انتخاباتی، این مسائل را مطرح کردن. پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات برشان چیست؟ اجازه بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوایم که عرض سلام داشته باشم خدمت شما جناب استاد ناطقی، جناب مددس و بینندگان برنامه شما. خوشحال هستم که در این بحث با شما هستم. من در ابتدای صحبتم میخوایم دو نکته را خیلی سریع عرض بکنم. یک مسئله ای هست که حضور احزاب سیاسی، وجود احزاب سیاسی، فعالیت احزاب سیاسی در چوکات قانون اساسی افغانستان کاملا جواز داده شده و احزاب سیاسی جزء لاینفک یک نظام دموکرات هستند. بنابراین ما ظرفیت پذیر داریم که نظر احزاب سیاسی رو بشنویم، پیام هایشان رو بشنویم و آنچه که میخواهند در مورد نظام انتخاباتی یا جریان‌های انتخاباتی یا بقیه فعالیت‌هایی که حکومت دارن داشته باشند بخش لاینفک نظام دموکراتیک هست. این کار کاملا طبیعی هست، کار کاملا معمول هست در همه کشورها و در افغانستان هم همچنین. مسئله دومی هست که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس ماده 156 قانون اساسی مکلف است که انتخابات را برگزار بکنه. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای ولایتی، شاروالی و ولسوالی ها برگزار بکنه. پاسخ شما باشه بعد از میان برنامه. پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه انتخابات 97. خانم رضایی، ادامه حرفای شما بود در مورد پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به حرفای نهادهای سیاسی.
تشکر، خواهش میکنم. من چون وقفه آمد مجبور هستم که جواب ما یک بار دیگه تکرار بکنم. مسئله اولی هست که در یک نظام دموکراتیک احزاب سیاسی بخش لاینفک از هستند. احزاب سیاسی بر اساس قانون اساسی افغانستان حق دارند که فعالیت داشته باشند و حق دارند که مطالبات را داشته باشند و حق دارند که نظام را بازرسی بکنند و در موارد مختلف نظریات خودشان را انتقادات، پیشنهاد و راهکارهایی را که به نظرشان میرسه ارائه بکنند. این یک بحث کاملا طبیعی و نرمال هست که احزاب فعالیت میکنند و نظریه میدن و ما هم از این نظریهشان استقبال میکنیم. موضوع دیگه ای هست که بر اساس قانون اساسی افغانستان، بر اساس ماده 156 قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که انتخابات را تطبیق بکنه. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای ولایتی، شورولی ها و شورای ولسوالی ها هست. یعنی بخش تکنیکی و بخش تطبیق انتخابات، مدیریت انتخابات و رهبری انتخابات به عهده کمیسیون هست. نه اینکه مباحث سیاسی که جناب آقای ناطقی یا ملازای صاحب اشاره کردن، اینها بحث صحبت هایی هست یا دیسکاشن هایی هست که بین احزاب سیاسی و دولت باید صورت میگیرد. اما آنچه که از موضوع کمیسیون مستقل انتخابات میتونیم ما مطرح بکنیم است که منافع مردم افغانستان منافع کمیسیون مستقل انتخابات است. ما متحد هستیم که انتخابات را برگزار بکنیم، ما متحد هستیم که پروسه انتقال قدرت را، ما متحد به این هستیم که کسانی را که در خانه ملت میان، در شورای ولسوالی ها میان و بعد از او به انتخابات ریاست جمهوری قرار هست که زعیم و کسانی باشند که در جایگاه های قدرت قرار بگیرن، ما مکلف هستیم که اینها را تطبیق بکنیم و روند دموکراتیکی که برای مردم افغانستان با مبارزات بسیار زیادی، با چالش‌های بسیار زیادی، با قربانی‌های بسیار زیادی مردم افغانستان به او رسیدن، از این روند حمایت و حفاظت بکنیم. حالا در همین روند مشکلات را می‌بینن و اونا گفتن که ما 7 ماه قبل با کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردیم. ما نمی‌خوایم بگوییم که سیستم یا آنچه که داره تطبیق میشه یک سیستم و یک روند کاملا بی‌نقص است. ممکن هست که چالش‌ها، مباحث تکنیکی و بحث‌های سیاسی در او وجود داشته باشند، اما سوال ما از احزاب سیاسی این هست که آیا 7 ماه برای تعدیل قانون کافی هست؟ ما اگر بخوایم که سیستم را تغییر بدیم باید قانون تعدیل شود. به خاطر از اینکه حال شما جناب آقای ناطقی اشاره کردن که ما 7 ماه هست این بحث را مطرح میکنیم با حکومت و با کمیسیون مستقل انتخابات. سوالی هست که آیا در 7 ماه هم ما میتونیم قانون را تعدیل بکنیم؟ آیا رایزنی هایی که باید صورت بگیره، مسیر قانونی که قانون باید از او عبور بکنه تا چالش های او سپری شه، موافقان و مخالفان از اون نظرات قطعی خودشان را بدن و ما بتونیم قانون را تعدیل بکنیم؟ آیا 7 ماه با او کافی است؟ من میخوایم بگم که برای 7 ماه هم زمان کافی برای تعدیل قانون نیست. احزاب حق دارن، احزاب کاملا حق دارن، ما به احزاب احترام میگذاریم، جزء لاینفک دموکراسی هستن، جزء لاینفک نظام هستن، باید باشن، حضورشان مؤثر هست. اما آنچه که احزاب بر جدول زمانی که احزاب برای خودشان تعریف کردن که بخواید دادخواهی بکنن، جدول زمانی دقیق و پاسخگوی نیست. آنچه که امروز دارن احزاب مطرح میکنن برخلاف منافع ملی هست، به خاطر از اینکه منافع ملی ما یعنی برگزاری انتخابات. منافع ملی یعنی که وقتی که ما با قربانی‌های بسیار زیادی 9 میلیون رای دهنده را ثبت نام کردیم، کاندیدای بسیار زیادی در شورای ولسوالی ها، در انتخابات پارلمانی خودشان را ثبت نام کردن و مردم آمادگی کامل گرفتن به خاطر از اینکه ما انتخابات را برگزار بکنیم. پس اینکه آل در این مقطع زمانی ما بخوایم خود را به تحقیق بندازیم یا به تأخیر یا به تعویق بندازیم، صدمه به منافع ملی کشور ما هست. بله آقای ناطقی، حالا میگن که طرح و پیشنهاد داره که در این مقطع زمانی از سوی جریان ها و نهادهای سیاسی افغانستان مطرح میشه برخلاف منافع ملی است. ببینید احزاب حرف را در موقعش گفتن، یعنی دقیق اما اینا گفتن که 7 ماه وقت کافی نیست. امیر 7 ماه وقتی کافی بود و خود کمیسیون با ما اعلام کردن که ما مشکلی تکنیکی نداریم، مسئله سیاسی است و مسئله حقوقی است که نام اشاره کردن خانم رضایی. ببینید اصلا کمیسیون مستقل انتخابات که الان کار میکنه بر اساس فرمان آمده، بر اساس فرمان کار میکنه و مسئله خاص احزاب در مورد این که سیستم تغییر بکنه این بر اساس فرمان رئیس جمهور امکانش است. این در پارلمانی که در دور 15 و در دور 16 در هر دو دور مسئله یعنی سیستم MDR مطرح شد، ولی پارلمان افغانستان چون بر اساس سیستم ایسنتیوی جمع شدن و اونا این طرح احزاب او زمان قبول نکرد. این بحث اینو از 2003 شروع شدن. در دور 15 در دور 16 هم مثلا مطرح شد، ولی پارلمان اینو فیصله نکرد، تصویب نکرد. کمیسیونی که الان کار میکنه، کمیسیون مستقل انتخابات هم بر اساس فرمان رئیس جمهور کار میکنه و حکومت وحدت ملی هم یک کمیسیون را ایجاد کردن بر اساس موافقت نامه حکومت وحدت ملی که اصلاحات نظام انتخاباتی بکنه
و کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی پیشنهاد سیستم MDR را کردن، بایومتریک هم مطرح کردن، ولی خب اونا مشخصا گفتن که سیستم SNTV یعنی رای غیر قابل انتقال درست نیست و این سیستم یک سیستم کهنه است، متروک است و ما هم الان معتقدیم که این سیستم بر ضد عدالت، بر ضد دموکراسی و بر ضد احزاب است. این سیستم و تقلب‌زاست، مثل یک کشتی شکسته است با این ناخداهایی که تجربه هم نداره، معلوم نیست که در کجا، در کدام بحران، در کدام چی ما را اینا غرق میکنه. بنابراین احزاب همین حرفا را در اون زمان هم گفتن، الان هم همین حرفا رو روش تاکید میکنه. بله. حرف ما اینه که ما این سیستم رو اون زمان هم گفتیم، ما دقیقاً تاکید کردیم و تاکید هم میکنیم همون پیشنهادی که کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی کردن، سیستم MDR رو مطرح کردن، ما امور میخوایم و او اتفاقاً بر مبنای فیصله حکومت وحدت ملی و کمیسیون ایجاد شد و اونا مثلا ولی فکر میکنین که حالا مطرح کردن این سیستم قابل اجرا است؟ نه، الان عرض میکنیم قابل اجرا. ما کاری به این نداریم، ما با سیستم SNTV همکاری نداریم. نه اینکه احزاب با انتخابات مخالف نیست، احزاب با سیستم مخالف است، با سیستم SNTV و این وقت به گوش حکومت و جامعه جهانی به همه رساندن. بله، انتخابات تا این حد با همین سیستم پیش آمده. الان حکومت امکان داره کمیسیون انتخابات بر اساس همین سیستم SNTV انتخابات پیش ببره. شما میگین که الان وقتش است، ما میگیم بله الان هم وقتش است. ما مطالبات خود را الان هم داریم، قبل از انتخابات هم میکنیم، بعد از انتخابات میکنیم. ما تا تحقق خواسته های خود که سیستم MDR باشه و ثبت نام بایومتریک باشه، ما با کارهای خود ادامه میدیم. سوال اساسی اینه که خب الان حکومت حرفای شما رو گوش نمیکنه، کمیسیون کار خود میکنه، 7 میلیون یا 8 میلیون ثبت نام کرده. ببینید اگر کمیسیون و اگر حکومت به خواسته های احزاب توجه نکنه، یعنی این مطالبات احزاب را قبول نکنه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما به هیچ وجه نتایج میدونیم که این انتخابات پر از تقلبه. احزاب به صورت قاطع 32 تا حزب نتیجه انتخابات قبول نمیکنه. ممنون. یه ما به شما الان میگیم نتیجه این انتخابات را بر اساس این سیستم احزاب به هیچ وجه قبول نداره. آقای مددزایی، حالا فکر میکنین که انتخابات تا حالا، روندهای انتخاباتی در افغانستان که ما نزدیک به برگزاری انتخابات هستیم، با همین سیستم تا حالا پیش آمده، فکر میکنین مشکل اساسی در این سیستم چی است که احزاب حالا میخواین که نظام انتخاباتی و این سیستم انتخاباتی تغییر کنه؟ ببینین، خود سیستم رای واحد غیر قابل انتقال سیستمی است که در هیچ گوشه از دنیا وجود نداره و زمانی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ساخته شد، دقیقاً 2.5 سال قبل، ما همراه اعضای کمیسیون مکرراً که از ما مشوره خواستن و این را مطرح کردیم. معاون صاحب دوم ریاست جمهوری در اموجا حضور داشت، امی مطالب مطرح کردیم، خودش خواسته بودن که برای ما مشوره بتین. گفتیم که امی سیستم تقلب‌زا است، امی سیستم دموکراتیک نیست، از میلیون ها انسان رایش زائل میشه، از بین میره، فقط چند رای به کرسی میشینه و او هم به اصطلاح با استفاده های ناجایزی که صورت میگیرن در جامعه افغانستان که ما نه امنیت داریم، نه سیستم تکنیکی منسجم بایومتریک داریم، نه انتخابات هم الکترونیکی نیست، به اصطلاح به شکل فیزیکی ما انتخابات پیش میبریم، وقتی که همه ای عوامل که سیستم متروک یک جا شود، در حقیقت انتخابات هیچ معنای نداره. اما متاسفانه حکومت سخنشنو نیست، گوشای خود کار میندازه، هیچ پیشنهادی، هیچ مرجعی را نمیپذیره. یعنی ما با قاطعیت میگم که رئیس جمهور و رئیس اجراییش که فقط امی قدرت را در دست خود انحصار کرده و فکر میکنن که ای هستن و هیچ کسی دیگه در جامعه نه وجود داره و نباید در سیاست و در قدرت سهم داشته باشه و اثر داشته باشن. از این لحاظ احزاب چی که امی 30 میلیون نفوس بگویم ما قبول نداریم یا از گپ خود نمیگذرن، برای از اینکه وقتی که قانون ساخته میشد شما دیدین 3 دفعه می قانون را گرفتن با فرمان تقنینی، باز روان میکردن به ولسی جرگه و شورا مسترد میکرد. یعنی یک نوع بازیه که وقت چگونه از به اصطلاح از بین بره، تلف شوه وقت و دیگه گنجایش
گپ شنیدن نباشه دیگه، این پیشنهادات مردم دیگه ترتیب اثر داده نشوه و از لحاظ زمانی هم زمان چنان طلب شده باشه مثل که علی احزاب مطرح کنه. یعنی چی؟ کمیسیون میگه ما پیشرفت کرده ایم، کار پیش برده ایم، ما قانون را تطبیق میکنیم. حالا جای سوال اینجاست که 8م سال ولسی جرگه است، 13 سال است که با شورای ولسوالی انتخابات صورت نگرفته، بازم کمیسیون ادعا داره که ما قانون را تطبیق میکنیم. کدام قانون؟ آیا قانون امیره گفته که بعد از 13 سال انتخابات شوه، بعد از 8 سال انتخابات شوه؟ یعنی وقتی که میبینیم همه قانون را زیر پا میکنن و بس قانون را عنوان هم میکنن. آیا تا حالا نشانه ای از امکان تقلب در انتخابات پیشرو وجود داره؟ مثلا اگر در مورد آمارها صحبت کنیم، 100% تقلبی است. رئیس جمهور و رئیس اجرایی میخوان که فقط امی شورای ملی را مانند تمام افغانستان و تمام به اصطلاح مقامات دولتی را که بین خود تقسیم کردن، این امی رقم شورای ملی را تقسیم میکنن. امی کمیسیون را مجبور میسازن. باز خواهد دیدین که چیزی را که شخصی را که استقلالیت کمیسیون چی میشه آقای مددزایی؟ هیچ کمیسیون هیچ استقلالی ندارن. کمیسیون ظاهرا مستقل است، در قانون نامش مستقل نشده. شما دیدین رئیس کمیسیون را که حرفش قبول نکرد مثل توپ فوتبال واری و انداختش، کسی دیگر آورد که حرفش میشونید. ما و شما خود این را پس چشم سر دیدیم. کدام کمیسیونی که کاملا با فرمایشش ساخته شده اما عموم که حرفش نشنوه. امی امروز امی کمیسیون یک نفرش حرف بگوید اگر پرده پاسش نکرد از امی کمیسیون هر چی که میگه مثل که رئیسش پاس کردن. این کمیسیون بیچاره هیچ چیز کردن نمیتونه. با یک حکومت زورگو مواجه هستند، با یک حکومت مواجه هستند که نه هیچ منطق را میشنون نه هیچ قانون را اطاعت میکنن، فقط حرف خود را به کرسی میشنن. خانم رضایی، آیا واقعا کمیسیون مستقل انتخابات مستقل نیست و با فرمایش حکومت حالا کارای شما پیش میره؟ خب آزادی بیان است. استاد ناطقی و آقای مددزایی میتونن نظریاتشان رو بیان بکنن. این میتونه که نمایندگی از یک جمع مردم افغانستان کنه. بله، نمایندگی از جمع مردم افغانستان کنه. آقای ناطقی از جمع از احزاب سیاسی در افغانستان صحبت آزادی بیان است. آنچه که برای ما قابل درک است و آنچه که بر چوکات کاری ما رو مشخص میسازه و مسیر کاری کمیسیون رو مشخص میسازه قانون اساسی افغانستان هست و قانون انتخابات هست. و اگر مصالح ملی در نظر گرفته میشه، بحث مصالح ملی هست، بحث امنیت کشور هست، بحث تامین امنیت کشور هست، بحث تامین امنیت انتخابات هست، بحث مشوره های کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای امنیتی است که چطور میتونیم امنیت انتخابات رو بیشتر تامین بکنیم، بحث سراسری بودن انتخابات هست، بحث عادلانه و آزاد بودن انتخابات است. این مباحث است که ما با نهادهای مختلف رایزنی میکنیم، سکتورهای مختلف رایزنی میکنیم و نظر اونها رو میگیریم به خاطر از اینکه ما بتونیم انتخابات رو بهتر ترتیب در مورد استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات پس از میان برنامه صحبت میکنیم. پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه انتخابات 97. خانم رضایی، بله، پاسخ شما در رابطه با اینکه آقای مددزایی گفتن که کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نوع استقلالیت نداره و کارهایشان همه به فرمایش حکومت وحدت ملی پیش میره. خب من قبل از وقفه هم یک مقدار اشاره کردم، ما مجبور که امور تکرار بکنیم چون شما سوال را تکرار کردین. آزادی بیان است و ما حق میدیم به مددزایی صاحب و ناطقی صاحب که نظریاتشان بیان بکنن و مستقل هستن و آزاد هستن، اما کمیسیون مستقل انتخابات مسیر کاری خودش را بر اساس قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات مشخص میکنه. در مواردی که نیاز است به خاطر از اینکه مسائل امنیتی پیش میاد، مسائل تکنیکی پیش میاد، با سکتورهای مختلف، نهادهای مختلف رایزنی ها و مشوره هایشان را داریم. مثلا ما همین 2 روز قبل با ارگان‌های محل، وزارت امور زنان و نهادهای مختلف بحث از این داشتیم، مشورت دهی داشتیم که چطور ما میتونیم حضور زن‌ها در ولسوالی هایی که ثبت نام نکردن به خاطر شورای ولسوالی بیشتر بکنیم، یا با نهادهای امنیتی ما نشست‌هایی را داریم که چطور میتونیم موضوع تامین امنیت را برای انتخابات بهتر بکنیم. اگر این مشوره ها بخش لاینفک کار ما هست و ما مجبور هستیم و به ما کمک میکنه که انتخابات را بهتر در سرتاسر افغانستان عادلانه، آزاد و سراسری برگزار بکنیم. اما آنچه که بر اساس حقوقی مشروعیت کاری کمیسیون هست و مسیر کاری کمیسیون را مشخص می‌سازه قانون اساسی افغانستان هست و قانون انتخابات هست. بله، ولی حالا مسئله مستقل نبودن کار کمیسیون مستقل انتخابات است. اینا میگن که حکومت وحدت ملی تا حالا مداخله کرده در کارشان و به نحو
پیشنهاد مردم، خواستهای مردم، خواستهای احزاب سیاسی را هیچ مد نظر نگرفتن. خب ما بیشتر تقاضا میکنیم که مستند و مشخص صحبت شود، به خاطر از اینکه این رقم کلیگویی و عمومی صحبت کردن ما رو به جای نمیرسانه. اولا اینکه مشخص و مستند صحبت بکنن، بعد از اون که ارائه بکنن، سند ارائه بکنن. آقای ناطقی گفتن که مسئله سیستم انتخابات، تغییر نظام انتخاباتی را زمانی که مطرح کردن با کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین سیستم روند ثبت نام رای دهندگان را که گفتن به سیستم بایومتریک باید تبدیل شود، کمیسیون مستقل انتخابات گفتن ما مشکل تکنیکی نداریم، ولی به حکومت گفتن که ما مشکل تکنیکی داریم. در مورد ثبت نام رای دهندگان عرض کنم خدمت شما آنچه که امروز کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق کرده برای روند ثبت نام رای دهندگان خودش کار بی‌نظیر است. در انتخابات گذشته افغانستان صورت نگرفته بوده. ما یک سیستم بسیار کامل داریم که دیتای رای دهندگان را در ثبت می‌کنیم و خوشبختانه تا امروز بیش از 250,000 تا 300,000 دیتا وارد شده در داخل سیستم. استیکرهایی که توزیع شد و همه اینها به ما کمک میکنه که ما یک انتخابات سالم‌تر و شفاف‌تر داشته باشیم. در قسمت اینمی 250,000 نفر که وارد دیتا شدن در کمیسیون مستقل انتخابات اگر ما صحبت کنیم، حالا ما 9 میلیون ثبت نام کسی داریم که در روند انتخابات ثبت نام کردن در افغانستان، ولی بیش از 15-20 روز است که شما آغاز کردین این روند دیتا انتری را. بله و فکر نمیکنید هفته قبل هم ما از کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، خانم علم سروش بودن فکر کنم که گفته بودن که بیش از 200,000 تن تا حالا وارد دیتا شده، ولی این یک روند کند پیش نمیره. خب اجازه بدین، تیم تکنیکی از ما در دو تیم کار میکنیم، یک 800 نفر هستن، 400 نفر به صورت روزانه کار میکنن، 400 نفر برای شبانه. تیم زنانه، تیمی که خانم ها هستن و تیمی که آقایان هستن اصلا دیگه جدا هستن، به صورت شبانه روزی کار میکنن. امروز هم یک مقدار باقی مانده از اینها استخدام شدن و ما با سرعت خیلی بیشتر داریم این حرکت را پیش میکنیم. این دیتایی هم که من اعلام کردم دیتای 300,000 مربوط به 3 روز پیش هست. ما در 3 روز هم آمار امروز آمار بیشتر شده، 250,000 است. بله. ما امیدوار هستیم که بیشتر شده به خاطر از اینکه روز به روز آمار تغییر میکنه. اگر کمی تفاوت را در گفته ها بوده باشه شما او را عفو بکنید. ولی این موضوع باعث نگرانی مردم افغانستان، باعث نگرانی احزاب سیاسی میشه که 9 میلیون ما ثبت نام کننده داریم ولی تا حالا 250,000 نگرانی وجود نداره. ما به مردم افغانستان و به احزاب سیاسی اطمینان خاطر میدیم که کمیسیون مستقل انتخابات و تیم تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات متعهد هست و مصمم هست که انتخابات برگزار شود و ما 9 میلیون رای دهنده را ان شاء الله در دیتا انتری من ثبت میکنیم و کسانی که در همین تیم مکلف هستن شبانه روز دارن کار میکنن. بله. آقای ناطقی، حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگه به عوض این که احزاب سیاسی در این مقطع حساس زمانی بیاید انتخابات افغانستان تحریم کنه، باید در این روند نظارت خوب داشته باشن و همکار خوب با کمیسیون مستقل انتخابات باشن. ببینید مسئله تحریم مطرح نه. کی مطرح کی گفته تحریم نیست. بحث تردی احزاب با انتخابات مخالف نیست. انتخابات رو به عنوان یک ارزش ملی و عنوان یک اصل در قانون اساسی قبول داره. منتها سیستم 4 تا سیستمی که مطرح شد فعلا احزاب با سیستم اسنتی مخالفه، یعنی میگه انتخابات بر اساس این سیستم نباید برگزار شده. شما مثلا در کابل 20,000 رای میرین در این سیستم ولی با 5,000 رای میرین در پارلمان، 15,000 رای شما در اینجا چیه انداخته میشه دور. در یک مورد در دور 15 استاد محقق خانم رضایی میدونه در کابل 52,000 رای آوردن. در همون زمان ایشان هر کسی که در پارلمان میرفتن با 7,000 رای میرفتن در پارلمان، 47,000 رای انداختن. این رای مردم، این سیستم بسیار یک سیستم متروک، همونطور که استاد اشاره کردن و فساد آفرین، تقلب زا و یک سیستم متروک و بر ضد عدالت و واقعا دموکراسی و احزاب ایناست. این سیستم به هیچ قابل قبول نیست. پس حالا آقای کمیسیون مستقل انتخابات میگه ما کار کردن نمیتونیم. همون عرض میکنم. ببینید ما اول که با این عرض کردم که با این سیستم احزاب موافق نیست. بر اساس از احزاب آمدن دقیقاً برای یک انتخابات خوب و شفاف و عادلانه و برای یک انتخاباتی که قابل قبول باشه، از نوع اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد، احزاب آمده دقیقاً 2 چیز مطرح میکنه. یکی ثبت نام بایومتریک رو مطرح میکنه و یکی هم سیستم MDR را مطرح میکنه. رای قابل انتقال. 15,000 رای شما نباید انداخته شود دور، یا 47,000 رای یک نفر نباید انداخته شود دور، داده شود به سایر فهرستش، به سایر همون ائتلافش یا حزبش، با اونا باید منتقل شود. این حرف اینه.
شما حرف امیر همه از ما سوال میکنه که حالا وقت گذاشتم. برای ما وقت مهم نیست. ما یک داعیه داریم، یعنی احزاب سیاسی، 32 تا حزب سیاسی، شوخی هم نیست. منتها حکومت گوشش کر است. متاسفانه حرف استاد ما قبول میکنیم. حکومت ولا به همین 32 میلیون هم پافشاری بکنه، حکومت حرف گوش نمیکنه. ما این حرف 7 ماه پیش گفتیم این مشکله. و کمیسیون انتخابات 2 تا اشکال اساسی درش است. یکی خب سوال است که مستقل نیست، امکان تحت تاثیر حکومت که نمونه هایش را استادم گفتن. ولی مشکل دیگه اینه که خود کمیسیون هم در کار خود بالاخره چی هست؟ در کار خود مهارت ندارن و در اظهارات خود بالاخره، یعنی ما خود با اونا مثال میزنیم. در نشست اول ملی، در نشست دوم ملی و قبلش اونا با ما با صراحت اعلان کردن که احزاب محترم از ما دعوت میکردن. نشست سوم ما تحریم کردیم، نرفتیم. استاد گفتن که شما اعتراض نکردید، ما نشست سوم تحریم کردیم، میرفتیم. بعد که خبر شدن که ما نشست تحریم میکنیم چون خواست احزاب قبول نمیکنن، نشست کمیسیون نه انتخاباته. ما بعد اونا چیه؟ اونا آمدن نشست سوم به طور کلی اونا به هم زدن، تعطیل کردن. اینا خیلی اعتراض. ما میگیم که خب همین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که حکومت وحدت ملی او را ایجاد کرد و او سیستم MDR را، سیستم رای قابل انتقال او پیشنهاد کرد، چرا حکومت را قبول نکرد؟ بله. ما این میگیم این وقت نداره. الان ما این مطرح میکنیم قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، تا زمان تحققی خواسته های ما روی از این مسئله پافشاری میکنیم. الان هم یک نکته را عرض میکنیم. ما تا آخرین خیلی کوتاه تا آخرین لحظه را ما در ارتباط با مطالبات خود پافشاری میکنیم. خواستم است سیستم ثبت نام بایومتریک و سیستم MDR، این خواست اساسی و بنیادی ماست. و برای تحقق این مسئله تمام گزینه‌ها را احزاب روی میز داره، روی چیز داره. اینطوری نیست که از این مسئله بگذره. وقت هم برای ما مهم نیست. این کاری مشکل کمیسیون مشکل ما نیست. ما 7 ماه پیش گفتیم که چرا قرار میکنیم. این وقت برای ما مهم نیست. ما قبل از انتخابات، حتی در روز انتخابات، بعد از انتخابات ما این مسئله رو دنبال میکنیم. ولی اگر انتخابات با این سیستم برگزار شد، عرض کردم که نتیجهش را احزاب قبول نداره. آقای مددزایی فکر میکنین که حالا راه بیرون رفت چیست؟ حالا مشکل به میان آمده، کمیسیون مستقل انتخابات هم میگه ما کار کردن نمیتونیم، ولی احزاب و جریان های سیاسی افغانستان میگه که ما نتیجه انتخابات را با این سیستمی که حالا کمیسیون پیش میره قبول نداریم. خب مشکلات خیلی زیاد هست. دایه‌ای که ناطقی صاحب مطرح میکنه به عنوان یک دایه قابل قبول هست، اما برای انتخاباتی که در 28 میزان احیانا برگزار شوه عملی نیست، امکانش وجود نداره، چون حکومت قصداً با پلان منظم خواسته که امی حرفا را نشنوه و برای تداوم قدرت خود زمینه سازی کنن و کردن. بنابراین کمیسیون به اصطلاح در حقیقت رضایی صاحب میگه که نمونه هایش بگوین علی رئیسش در یک فرمان مثل که یک پیاده یک دفتر رخصت میکنی با می رقم رخصت کرد. بعضا میگم ما مستقل هستیم. از این دیگه چه نمونه را بیاریم وقتی که کمیسیون رئیسش برخلاف قانون توسط رئیس جمهور برکنار شد و همه نهادهای مدنی اتحادیه حقوقدانان اعلامیه داد که همین کمیسیون خود ساخته هم قبول نداری که حرفت نمیشنوه. پس با این حکومت با این رقم سران حکومت کار کردن و با اینا کنار آمدن ناممکن هست. بنابراین انتخابات یا به هر شکل یا برگزار خواهد کردن، یعنی که ما گمان ندارم برگزار شود، برای که امی مثال که شما آوردین در سال 2009 ما 17 میلیون واجد رای داشتیم. حالا امسال یا به 9 میلیون رساندنش که ثبت نام کردن همین، در حالی که نفوس بیشتر شده و تعداد رای دهنده ها باید بیشتر باشه. حالا ما 32 میلیون یا 33 میلیون نفوس داریم، آیا واجد رای ما فقط 9 میلیون است؟ نه. میگن انتخابات عادلانه و سراسری میکنیم. وقتی که شما 50% نفوس واجد رای را ثبت نام کردن نمیتونین، وقتی که شما 50% ثبت نام کردین و هنوز 3.5 ماه بیشتر با انتخابات نمانده، حرف تکمیل کنم، یعنی وقتی که تا حال شما 9 میلیون هم در دیتابیس خود نآوردین، خب معلوم میشه که کار به جای نمیرسه. یعنی یک کاری خواهد کردین اما کار قانونی و قابل قبول برای مردم نخواهد بود. خانم رضایی، حالا جریان های سیاسی 32 جریان سیاسی در افغانستان میگه که ما نتیجه این انتخابات را به این سیستم نمیپذیریم.
پاسخ کمیسیون چیست؟ ما از 32 جریان سیاسی میخوایم که در کنار کمیسیون مستقل انتخابات استاد شوند. پروسه ملی هست، پروسه ملی هست، به نفع مردم افغانستان هست. ما با قربانی های زیادی به این مرحله رسیدیم. اجازه بدین. دموکراسی، انتخابات، مشق سیاسی و تمرین سیاسی هست برای مردم افغانستان، برای حکومت افغانستان، برای کمیسیون مستقل انتخابات. نظام دموکراتیک در افغانستان یک روند نو و نوپا هست. ما از 32 حزب سیاسی تقاضا میکنیم که در کنار کمیسیون مستقل انتخابات استاد شوند، به ما کمک بکنن که ما یک انتخابات را خوب برگزار بکنیم، شفاف. بیاین به ما کمک بکنین، چشم کمیسیون شوین، بازوی کمیسیون شوین و با ما کمک بکنین که ما خلاها رو شناسایی بکنیم و بهتر برگزار بکنیم. در قسمت از اینکه شما خواستار تغییر سیستم هستین، شما میتونین به دادخواهیتون ادامه بدین، اما زمانی را که شما در نظر گرفتین عالی زمان دیری هست. ما پیشنهاد میکنیم میشه که دادخواهی ها برای دور بعدی انتخابات باشه. ما در کنار مردم افغانستان، در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، در کنار قربانی های مردم افغانستان باشیم و ما به بلوغ و شعور سیاسی بیشتر و بهتر برسیم ان شاء الله. رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات کشور، آقای گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و آقای محمد ناطقی، نماینده احزاب سیاسی در کشور. سپاسگزارم از حضورتان به برنامه و سپاس از همراهی شما هم به برنامه انتخابات 97. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.